سلام كمسك الختام. به نام آنی که جان آفرید. آیا می دانید پهلوان حقیقی کیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می فرمایند پهلوان کسی نیست که شخصی را به زمین بزند، بلکه پهلوان آن است که در وقت خشم و غضب خود را نگاه دارد. روایت بخاری و مسلم. بله دوستان عزیز، پهلوان حقیقی آن پهلوان است که بر نفس خود مبارزه میبرد، میتواند در وقت غضب خود را به دست آورد. چون به ما معلوم است که اکثر کارهای زشت به سبب غضب میشوند. انسان در حالت غضب جنگ میکند، انسان در حالت غضبناک شدنش کسی را میکشد. بسیار طلاق‌ها در وقت غضب انجام داده ایستاده‌اند و دیگر کارهایی که زشت میشوند همه اش بعد از غضبناک شدن انسان انجام میدهد و بعد گذشتن وقت آن انسان پشیمان میشود. پس برای خاطری که این کارهای بد را انجام ندهیم ما باید پهلوان باشیم، ما باید پهلوان حقیقی باشیم، یعنی در وقت غضب خود را اداره کرده توانیم. پس بیایید به این حدیث شریف عمل کنیم، در حالت غضب خود را به دست آوریم، استغفار بگوییم، طهارت بکنیم، نماز بخوانیم، حالت را دیگر بکنیم تا از جمله پهلوانان حقیقی بگردیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.